من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما بینندگان عزیز. در خدمت شما هستیم با برنامه برگ‌های زرین از تاریخ اسلام. در این قسمت در خدمت شما هستیم با رادمردی دیگر، قهرمانی دیگر و یک انسانی که از خود خیرات زیادی بر جا گذاشت، اسلام را بر اقوام و ملت‌ها و قوم‌های زیادی عرضه کرد، گروه‌های زیادی را به دین اسلام مشرف کرد و باعث شد یک باقیات صالحات دیگر از این شخص بر جا بذاره. طارق ابن زیاد، فاتح اندلس. از این شخص میخواییم صحبت بکنیم، از طارق ابن زیاد. اسم طارق شاید شنیده باشیم به خاطر معروفیتی که داره و یا حتی به خاطر مثلا میگن جبل طارق، تنگه جبل طارق که بین کشور مغرب و اسپانیای امروزی قرار داره. البته اون طرفش روبروش در دست کشور انگلیسه. درباره این شخصیت، درباره اسباب و کارهایی که باعث شد به عرصه ظهور برسه، باعث شد که فتح اندلس بکنه و یک آثار و گفتیم یک عظمتی از خودش بر جای بذاره در اسلام، در دین اسلام، در وارد کردن مردم به مسلمان، به اسلام از خود بر جای بذاره، نگاهی به تاریخ این رادمرد بندازیم. در مورد شخصیت این طارق قبل از جهاد در فتح اندلس شاید معلومات زیادی در دست نباشه. بعضیا میگن از قبیله بربره، یعنی چیزی که معروفه که مثلا طارق از چه قومی، از چه نژادیه، گفته میشه از قبیله بربره. بربر گفتیم از قوم و ملتی هستن، نژادی هستن که در شمال مناطق آفریقا، مغرب، تونس، الجزایر، لیبی، در این مناطق زندگی میکنن و حتی نیجر، یعنی کشورهای امروزی که معروفن به آمازیغ، در اصل نژاد آمازیغ هستن. معروفه که طارق از این قبیله و از این قومه. البته حتی گفته شده که طارق از ایرانی هاست، از اقوام ایرانیه، از شهر همدان ایران، یعنی ایرانی بوده و از شهر همدان بوده که برای جهاد به اون مناطق رفته. و گفته شده که طارق از عربه، قبایل عربه. البته اینها ضعیفه، یعنی گفته شده و ما هم فقط چون در کتاب ها بعضی روایت شده ما ذکر میکنیم، اما اصل اینه که از بربره. چیزی که بیشتر راویان گفتن این که از قبیله بربره و مهم برای ما اینه که یک پهلوان و یک قهرمان شجاعی است و از مسلمانان موحد و نوابغی است که اسلام را به شمال آفریقا رسانده و تونسته با تاکتیک ها و رهبری جنگی خود فتوحاتی در اسلام به دست بیاره و حتی اسلام و تمدن اسلام را به خرابه های تمدن اسپانیا برسونه.
این برای ما مهمه در مورد شخصیت طارق. وقتی که موسی بن نصیر در زمان ولید ابن عبدالملک به عنوان والی و حاکم شمال آفریقا انتخاب میشه، برای فرماندهی لشکر خود شخص طارق را انتخاب میکنه. یعنی بهترین گزینه برای موسی بن نصیر شخص طارق تا بتونه فتح سرزمین های بربر شمال آفریقا که تا آن زمان فتح نشده بود و یا فتح شده بود، دوباره برگشته بودن، از سیطره مسلمان ها بیرون آمده بودن، به رومی ها ملحق شده بودن، دوباره اونها رو کنترل بکنه. شخصیتی که موسی بن نصیر انتخاب میکنه برای فرماندهی طارق ابن زیاده. اون هم به خاطر جدارت، به خاطر اون قدرتی که از خودش در میدانهای نبرد نشان میده، اون رو انتخاب میکنه برای این امر و مسئولیت را به نحو احسن انجام میده. موفق میشه طارق در مدت کوتاهی مناطقی که شورش کرده بودن، از تسلط اسلام کشور اسلامی بیرون آمده بودن، دوباره بر بگردونه و موسی بن نصیر اونا حاکم و امیر منطقه برقه در شمال آفریقا که گفتیم قبل از قیروان اونجا به عنوان مرکزیت شمال آفریقا بود، منطقه برقه، که بعد از اینکه شهر قیروان بنا میشه توسط عقبه مرکزیت به اونجا میرسه. طارق اونجا رو اداره میکنه، شهر برقه و اون مناطق، و از اونجا دوباره برای سیطره و بسط کشور و بسط نفوذ خلافت اسلامی در اون مناطق اقدام میکنه و مناطق دیگری رو هم فتح میکنه و تقریبا موفق میشه تمام شمال آفریقا رو به دایره حکومت اسلامی بر بگردونه و جاهایی که فتح نشده بود رو فتح بکنه این رادمرد، به جز یک منطقه کوچیکی در این قسمت از تنگه جبل طارق در شمال آفریقا، شهر سبته. شهر طنجه رو فتح میکنه، در نزدیکی شهر سبته است، اما اون شهر را فتح نمیکنه و یک شخصی به اسم جولیان که انسان سرسخت و زیرک بوده مقاومت میکنه و سبته هم یک سپر دفاعی قوی داشته، به خاطر کوهستانی بودنش از چندین جا با کوه احاطه شده بود و تقریبا یک راه به خشکی داشت که برای عبور بود و راههای دیگه هم دریا بود و نیروها از آن طرف دریا از کشور اسپانیا میرسید براش. در اینجا بود که طارق با او وارد گفتگو میشه، وارد مذاکره میشه و سعی میکنه به صورت صلح شده این منطقه رو فتح بکنه، به اسلام برسونه. براش نامه می نویسه برای حاکم این شهر، یعنی جولیان یا یولیان، اسلام رو بر او عرضه میکنه که مسلمان بشو، دین اسلام اینه، قبول نمیکنه. از او طلب صلح میکنه، باز هم قبول نمیکنه و در آخر در نزدیکی گفتیم اون شهر یعنی طنجه، اونجا قافله اتراق میکنه و فتوحات تا اونجا متوقف میشه و سبته گرفته نمیشه. اما این تمام و پایان کار نیست، بلکه شروع کار شاید باشه. چرا؟ چون که میبینیم حوادث و چیزهایی رخ میده که اون چیزی که طارق دنبالش بود به دست بیاد. طارق همیشه دنبال فرصتی بود که اونو به دست بیاره، یعنی سبته را به دست بیاره، با صلح، با وارد شدن اسلام به اون اسلام اون شخص یعنی جولیان و اینکه کلا مردم مسلمان بشن یا صلح بکنن، ارتباط برقرار بشه و یک چیزی رخ میده، یک حادثه هایی رخ میده، دو حادثه که باعث میشه که خود جولیان به طرف مسلمان ها بیاد و پیشنهاد صلح و دوستی و باز شدن شهر برای مسلمان ها بشه. اون دو حادثه از این قرار بود. حادثه اول از این قرار بود که در سال 700 میلادی پادشاه ابریه یعنی شمال یعنی منطقه اسپانیا، پادشاه ابریه یعنی منطقه اسپانیای امروزی و پرتغال وفات میکنه و پسرش معروف به گیتچه یا غیتچه حاکم اونجا میشه. اما یک شخص، یک فرمانده زیرک و مکار اون مناطق
به اسم رودریک یا لزریق بر اون غلبه میکنه، اون از حکم از تخت پادشاهی کنار میزنه و خودش منطقه آفریقا رو میگیره، منطقه اسپانیا رو میگیره. بعد از اون فرزندان اون پادشاه که متواری شد و توسط رودریک به قتل رسید، فرزندی که متواری شده بود، یکی از فرزندانش میاد به طرف جولیان و از جولیان که قبلا دوست و همپیمان پدرش بوده طلب کمک میکنه. گروهی از فرزندان اون شخص میرن به طرف فرانسه به پاریس و اون مناطق و گروهی هم میان به طرف جولیان به سبته. این باعث میشه که این یک حادثه بود. حادثه دوم که رخ میده و تصمیم جولیان برای صلح با طارق را قوی میکنه چی بوده؟ این بود که جولیان دختری داشت و بر اساس رسم و رسوم مردم شمال آفریقا یا اون کسانی که از والیان روم بودن و در شمال آفریقا زندگی میکردن که فرزندان خودشان را به اسپانیا میفرستادن، به منطقه ایبریا میفرستادن. دختری داشت به نام فلوراندا. فلوراندا را بر اساس رسم و رسومات امرا و بزرگان برای آموزش و تربیت به سرزمین اسپانیا میفرسته تا از فضایل و فضای اونجا بهره بگیره. این دختر زیبارو بود، همین زیباییش کار دستش میده. رودریک اون دختر رو میبینه، شیفته اون دختر میشه، شیفته جمال اون دختر میشه، دختر جولیان، و به هر طریقی سعی میکنه اون رو به دست بیاره و با اکراه و اجبار او رو به سوی خودش میکشه و بهش تجاوز میکنه، به فلوراندا دختر جولیان. فلوراندا این دختر پدرش را در جریان قرار میده، مخفیانه نامه مینویسه و میگه رودریک چنین کاری کرده. و وقتی که جولیان این خبر را میشنوه قسم میخوره که تا این شخص رودریک را از تخت پایین نکشیده و از او انتقام نگیره آرام نشینه. تنها راهی هم که در پیش روش قرار داره اینه که با طارق وارد صلح بشه و عملاً به طارق پیشنهاد صلح میده و میگه من شهر سبته را برای مسلمان ها باز میکنم، دروازه شهر برای شما بازه، ولی از شما هم کمک میخوام که یعنی به موسی بن نصیر حاکم شمال آفریقا پیشنهاد میده، از او کمک میخواد که بیاد اونو کمک بکنه برای فتح اسپانیا و به او رو ترغیب میکنه برای فتح اسپانیا. طارق و موسی بن نصیر رو ترغیب میکنه برای فتح اسپانیا و حتی میگه من حاضرم کشتی های خودم رو در اختیار شما قرار بدم تا بتونین وارد دریا بشین و عبور بکنین از دریا. خودمون هم از نظر اطلاعاتی، از نظر آگاهی شما را در مشکلات از چیزی که در داخل اون مناطق، این منطقه ایبریه یا اسپانیا قرار داره، در جریان قرارتان میدیم. ابتدا در زمان ولید بن عبدالملک موسی هم با ولید مشورت میکنه، با خلیفه مسلمین ولید بن عبدالملک. اما ولید وقتی که جواب مشورت میده میگه شما خب اونا دشمن هستن، هنوز وارد اسلام نشدن، شاید نقشه ایه، احتیاط بکنین، دل به دریا نزنین به راحتی که اینو گفت یالا خلاص همه چیز اوکی شد و تمام. نه، صبر بکنین، یک کمی عملیات جمع کردن معلومات انجام بدین، اگر مطمئن شدین بعد اقدام بکنین. و این کار به وسیله موسی بن نصیر انجام میشه. موسی برای اینکه جولیان را امتحان بکنه شخصی به نام طریف بن مالک، یکی از فرماندهان خود را میفرسته برای کشف معلومات، برای واقعا بفهمه چه خبره اون طرف آب چه خبره، در کشور ایبریه یا اسپانیای امروزی چه خبره. طریف به وسیله 4 کشتی که جولیان در اختیارش میده وارد دریا میشه و به یک جزیره میرسه، اونجا رو فتح میکنه و به راحتی اونجا رو فتح میکنه، غنایم زیادی هم به دست میاره از اونجا و برمیگرده. جزیره‌ای که الان هم معروف است به جزیره طریف. بعد از اونجا که برمیگرده میبینن که واقعا خبرایی هست، اونجا به هم پاشیده است، اونجا انسجام و قدرت نیست و خیرات و برکت هم هست و مردمی زندگی میکنن
که سرگشته و حیرانند. این باعث میشه که موسی مطمئن بشه که این شخص داره درست میگه، یعنی جولیان داره درست میگه و طارق را مسئول فتح اندلس میکنه. درباره سرزمین اندلس این رو بگیم که چرا مثلا بعدها این منطقه ابریه گفته شد به اندلس. در قدیم این منطقه معروف بود ابریه، منطقه ای که در جنوب فرانسه است و در غرب کشور یونان و در شمال دریای مدیترانه و در شرق اقیانوس اطلس که شامل کشور اسپانیا و کشور پرتغال امروزی میشه. این بهش میگفتن قدیم ابریه و به خاطر اینکه نژاد و قومی که اونجا زندگی میکردن معروف بودن به وندال، اون نژاد که اونجا زندگی میکردن بهش گفتن وندلسیا که بعدها تبدیل شد به اندلس. سرزمین اندلس یعنی سرزمینی که نژاد و قوم ساکن آنجا، ساکن مردمان ساکن اسپانیا در آنجا زندگی میکردند و ساکنین محلی به اونجا، یعنی بیشتر قوم هایی که اونجا بودن از اون وندال ها معروف بودن به کتها یا قوتها که اونجا حکومت میکردن. برای ادامه با هم یک استراحت کوتاه میکنیم، دوباره برمیگردیم، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. و بگو حق آمد و باطل نابود شد، بیگمان باطل نابود شدنی است. رسال حق، اسلام ناب به دور از خرافات. با عرض سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز، گفتیم که در قدیم سرزمین ابریه چرا بهش گفتن در بعد به اندلس؟ چون به اقوام ساکن در اونجا میگفتن وندال ها یا وندلسیا که در بعد به عربی شد اندلس، اندلسیا و اندلس. یعنی منظور اندلس سرزمینی که این نژاد، این اقوام زندگی میکردن که از اقوام و قوم های مختلف بودن. بیشترین قوم اونجا معروف بودن به قوتها یا کوتا. سرزمین اندلس که یعنی اسپانیا که قبلا گفتیم و الان از آن به اسم اندلس نام میبریم، سرسبز، منطقه خوش آب و هوا و منطقه بود پر از چشمه ها، رودها و از طبیعت و منطقه کوهستانی بود. در کل زیبایی خاصی داشت و منطقه کوهستانی پر از جنگل، درخت و سرسبزی خاصی از آن حاکم بود. لشکر مسلمان ها یک بار وقتی گفتیم امتحان کردند جولیان را، طارق فرماندهی این لشکر را بر عهده میگیره برای نبرد با رودریگ و برای فتح اندلس، برای اینکه اسلام را به این ملت، به این قوم ها برسونه، به یک منطقه دیگه برسونه. گفتیم اسلام در یک جا محدود نمیشه، در یک منطقه توقف نمیکنه، میره به راهش ادامه میده. دریا، خشکی، کوه، این چیزا مانعش نمیشه. بفهمن ملتی، قومی در جایی زندگی میکنه، اسلام را به اونها میرسونه و این کار را انجام میدن. و وقتی که سبته تصرف میشه، با صلح با جولیان هم پیمان میشن، میرن با کشتی هایی که جولیان در اختیارشون قرار میده، وارد دریا میشن، میرسن به شمال، به اون قسمت از دریا یعنی منطقه اسپانیای امروزی و سرزمین اندلس. 7000 نیروی جنگی، 7000 مجاهد، 7000 مرد میدان به همراه طارق توسط موسی بن نصیر میروند. یعنی موسی بن نصیر 7000 نیروی جنگی را در اختیار طارق قرار میده که برن به سرزمین اندلس با کشتی ها و به صورت فاصله، چون کشتی زیاد نبود، گروه به وسیله این کشتی ها از دریا عبور داده میشن و تا همگی به آن طرف دریا، یعنی به منطقه‌ای که در کوه کالبی معروف بود در قدیم و الان معروف است به کوه یا
جبل طارق. جبل طارق یعنی کوه طارق، یعنی وقتی فارسی رو معنی بکنیم جبل طارق کوه طارق. و الان تنگه جبل طارق به اون معروف است. در قدیم اون کوه معروف بوده به کوه کالبی. به اونجا انتقال پیدا میکنه لشکر اسلام و طارق ابن زیاد. طارق بعد از این که لشکر به اون طرف انتقال پیدا میکنه، کل لشکر در ابتدا در دید حاضر نمیشه، یواش یواش یعنی به صورت مخفیانه حرکت میکنن، چون وارد منطقه جدید شده بودن، تا اینکه واقعا مطمئن بشن از حال و احوال. چون کسانی هم که اونها رو معرفی کرده بود، کسی که اونها را برای فتح اندلس تشویق کرده بود، جولیان بود، مسیحی بود، با اون پاپ ها و اون روحانیانی که همراهش بودن. برای همین با احتیاط وارد میشن، مستقیما خود رو درگیر نمیکنن و وقتی که مستقر شدن عملیات جمع آوری اطلاعات رو انجام دادند، مطمئن میشن که اختلافات وجود داره، درگیری ها وجود داره، یعنی طرفداران گیتچه و گروه های ریدریک در حال نبردن، اختلاف وجود داره. مطمئن است که دو دستگی وجود داره، یک پارچگی نیست در اونجا. ابتدا به شهرهای جنوبی که نزدیک میشه اونها را بهشون نامه می نویسه. یکی از فرمانده هایی که در اونجا حکومت میکرد معروف است به تدمیر یا تئودور. برای اون نامه نویسه و اسلام رو به او عرضه میکنه، یا صلح یا جزیه و یا جنگ. و اون شخص مغرور که از خودش مطمئن بود اینها کیان، مثلا همیشه یک حالت وجود داره، وقتی غریبه وارد یک منطقه میشه میگه این غریبه، من اهل اونجا هستم، مثلا قدرت دارم، نفوذ دارم، سیطره دارم، میدونم چطوره. اما غافل از اینی که جولیان که هم از اهل اون مناطق بوده همراه این غریبه هاست. اینهایی که برای مناطق اندلس غریب بودن، برای سرزمین اندلس غریب بودن، اما به اونها میگه نقطه ضعف کجاست، کجا نقطه قوت اونجاست. و این شخص سرکشی میکنه، تئودور با آنها صلح نمیکنه طبق دستور اسلام دیگه. ابتدا دعوت به اسلام، بعد صلح و جزیه دادن و بعد چی؟ جنگ. وقتی که صلح نمیکنه جنگ شروع میشه و نبرد آغاز میشه و طارق موفق میشه که قسمت‌های جنوبی از سرزمین اندلس را فتح بکنه از دست این شخص تئودور یعنی، و بگیره و غنایم کسب بکنه. در اینجا بود که این تئودور نامه می نویسه به رودریک که یک خبریه، شما که مشغول جنگ داخلی هستین، مشغول کشت و کشتار خودتون هستین، بیاین که اینجا یک خبریه. چه خبره؟ میگه یک قومی اومده که نمیدونم اهل زمین هستن یا از آسمان اومدن، یک اقوامی رو من میبینم که نمیدونم زمینی هن یا از آسمان، من آنها را دیدم، تو هم بیا هرچی سریعتر خود را برسان. این نامه ای که تئودور به رودریک می نویسه. در اینجا بینندگان عزیز به پایان این قسمت از برنامه می رسیم و در قسمت دیگر انشاءالله ادامه داستان طارق ابن زیاد و فتح اندلس را ادامه می دهیم و با هم مرور می کنیم. تا یک برنامه دیگر همه شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.